خدمت عشقای خودم. خوب این دوستان بچه ها امروز اومدیم با زدن 10 تا شانس رایگان پک ریو فردیناند، فن باستن و شنایدر و جان کولر و یه بازیکن دیگه کارلوس پویول. اومدیم با زدن 10 تا شانس رایگان برای این پک و اینکه یه رونمایی هم داشته باشیم از اکانتمون. بچه این اکانت دوممه، اکانت اولم اگه این ویدیو بازخوردش خوب بود اکانت دومم هم نشونتون خواهم داد تا اینکه چی بهش میگن اونم نشونتون میدم اگه این بازخورد خوبی گرفت به هر دوتاشون هم نمره بدیم. این تیم من اینه، یه نیمارش خیلی خوبه، بونوچیش خیلی خوبه، فقط این دوتا خیلی رایگانه، بقیه تقریبا رایگانه. سرخیو آگوئرو هم تو پک رایگانی که اومد در آوردم، خیلی کارتش خوشگله، قبول داریم. خب بریم واسه زدن شانس های رایگانه. شما بگید بازیکن گرفت، چه بازیکنی از تو پک رایگانه گرفتیم، چه بازیکنی از تو این پک ریو فردیناند گرفتیم. باید اون اکانت هم بگیرم شانس رایگانه از این واسه تون پک رو پنی میکنم. خب دوستان اول 3 تا کنسل یا خود دیگه 10 تایی نزدم کامل، یکی یکی میزنم بهتره بنام. خب اولی که بازیکنش خوب نیست اصلا، بعدی این بار 2 تا نه اینم بازیکن خوبی نداد، خیلی هزرزیه. قبول دارید؟ چند تایی فوتبال باز داریم تو کانال خودم، امیدوارم که زیاد روش پرچممون رو ببریم بالا. CNF نه، اولش میکنم اسنایدر نمیدونم در چی بهش میگن. یه 70 کنسل یکی زد. ببینیم که کیو میده بمون این بار. نه اینم باز کنم بچه میگم یه دونه دیگه شانس رایگان یکی بزنم، بعدی 5 تایی اولیش که همه رو بخشید همه رو یکی میدم، یکی کنسل دومی سری میدم. امیدوارم که بازیکن بدیم رو نه آره نه. خدا چقدر شانسم بده توی پک اوپنینگو. خودتونم به من بگید قدرت اکانتتون چنده. بعدی بازم یه بازیکن دیگه از توش باید در بریم. 3 تا بونده 4 تا شانس. یه بار روی فردیناندو چک میکنه، روش همه چیزن شانسی. اگه کسی هم روش خوبی داشت تو کامنت بگه، قول میدم میزنم روش هاتونو، حالا هرچی تو ویدیو گفتین واسه تون انجام میدم. یکی دیگه ضربه امید گرفتن بازیکن این بازیکنم نداد، مرو نمیشناسم اینو. بعدی که 1 2 3 4 ضربه 4 کنسل گفتن جوابه. بچه من اکانت اصلی خودم چیز داره، یامال بیلیس کرلر رو صلاحو داره. ببینید اینو دیگه 8 تایی میزنم با روش یامال. 1 2 3 4 5 7 8 ضربه کیو میده بهمون بازیکن مندی. شانسمون عجیب بده. 1 2 3 4 6 7 8 9 دهمی میزن. شانسمون اینجا چطوریه؟ امیدوارم خوب باشه یا خدا
میداد دوستان بازیکن نگرفتیم. امیدوارم از ویدیو لذت کامل برده باشید. اگر هم گیم پلی از این خواستیم یا مثل نیمار و یامال و صلاح هم که دارم کامنت ها بگیم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.